Translate. Here I go. شام بخیر عزیزان. حاضر ما در طرفخانه برک قرار داریم و خیلی که میبینید نرخ دسترس هستند و شوربه های یکم رو ببینید 20 سومون است و طعام های دویم و ببینید من از 45 اینجاست، اینجا 75 من اینو هستند. سیخ کباب ها، پیده و لحمنجون ها 60 45 35 سومون قریب همین طرفخانه‌ای مثل دیگر طرفخانه نرخش دسترس است. بعد کباب های آمیخته 4 نفر من اینو برای 2 نفر، برای 4 نفر، برای 6 نفر اینها البته نرخ بلندتر هستند. اگر حساب کنید 4 نفر 6 نفر زیادی است و استیک ها هم ببینید نرخش 70 دسترس. خلاص دوستان یک آدم در 100 سومون خوب خورده میتواند. دوستانی عزیز، تو زمانی که طعام ها رو میارن میخوام کمی برای شما نوار گیرم و به من بسیار جای نشستگاه محبوب شد. ببینید که همین گونه جای نشستگاه رو کردن که نه شما طرف دیگر رو دیده میتوانید و نه آدمانی که از اون طرف نشستن شما رو دیده میتوانید. ببینید هم بسیار برای مثلا استراحت اولیوی بسیار قلای هست که نه شما اون طرف رو دیده میتوانید و نه اونها شما رو دیده میتوانند و شما خیلی خودتون رو راحت حس میکنید. در بسیار طرفخانه اگر دیدار باشید باز الهیده یک تجهیزات میبیارن که طرف دیگر شما رو نبیند. خوب جای دستشویی آمده و ببینید که همه جا تازه و تمیز است. بله میدونم که حالا اینجا نو ساخته شده است ولی با وجود اونی که 2 آشیانه پوری آدم هست ببینید که جای دستشویی و همه تازه و آزاده هست. هرچند که مردم اولیوی با 5-6 کودک آمدن و همه جا تازه و آزاده هست و پیشخدمت ها خیلی خوب کار میکنن. به هر حال ما یگان چیزی منفی ندیدیم. هرچند ببینید اولیوهای تاجیک مردم 5 کودک دارد با 5 تا 6 کودک با 6 تا، یعنی همه اولیوی اومدن کودکان دو تاز دارند ولی با وجود این همه جا تازه و آزاده است و پیشخدمت ها خوب خدمت میکنند و خدا کند که تا آخر چنین باشد، یعنی نشود که در اول باشد و بعد رفته سوس شود. دیگر برای استراحت اولیوی ببینید همه اولیوها اومدن، یگان جای خالی نیست و حاضر اینجا ما دیدیم که اینجا آدمایی که نشستن اینها در انتظار نوبت هستند برای که دیگر جای نشست نیست و بسیاری ها در بیرون در دهلیز نوبت خود را پاییده ایستادند تا جایها خالی شود. این حاضر نوار از آشیانه یکم هست و بعداً به آشیانه دوم هم میبریم و باز برای شما کمی نوار میگیرم. و ببینید دوستان چقدر آدمان در نزد در انتظار نوبت خود هستند ولی که جاها همه بند هستند. 2 آشیانه همه